همه مادرها و مادر بزرگا دستور خاص خودشونو برای آش دوغ دارن. بریم ببینیم ننه من چجوری میپزه. اول سبزی رو خورد کرد، بعد برای اینکه آش نبره به برنج تخم مرغ میزنه و خوب هم میزنه تا تخم مرغ از حالت لختگی در بیاد. حالا توی قابلمه مورد نظر ماستو میریزه، هم میزنه، برنج رو اضافه میکنه، بعد به اندازه همون ظرف ماست آب بهش اضافه کرد. Su ne kadar tökəcək o qatığa? Elə qatıqla qədər tökmüşük, belə də su tökəcək. اینجا دوغش رو اضافه کرد و به من داد گفت ببر روی اجاق و تا مرحله جوشیدن هم بزن. وقتی جوشید سبزیش رو اضافه کرد، گفت حتما به دوستانت بگو که سیر تازه و نعنای تازه اضافه کنن. و اما ترفند دیگه که از زیر زبونش کشیدن بیرون گفت که وقتی که دیدیم برنجتون کامل پخته شد، اون موقع نخود و کوفته قلقلیاتون رو اضافه کنیم و بعد نیم ساعت آشمون آماده هسته. و نکته آخرم این که آشمون اول رقیق هستش ولی وقتی کمی خنک شد غلیظ‌تر میشه. دوستان یعنی این یکی از خوشمزه تر آشاست. الانم که فصل آش دوغ هستش، حتما با سبزی های محلی بپزین و با عزیزانتون نوش جان کنید. سروش هم اصولا با سیر له شده خام هستش، ولی خب میتونه سیر داغ و نعنا داغ هم بهش اضافه کنی. و چند نکته مهمم توی کپشن هستش، لطفا مطالعه بفرمایید.